نامه دویم به قرنتیان باب 1. سلام به اهل جماعت ایمانداران خدا در شهر قرنتوس و به تمام خلق او که در ولایت آخائیه زندگی می کنند. من پاولوس که با خواست خدا فرستاده عیسی مسیح تعیین شدم و برادر ما تیموتئوس فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی خدا پدر ما و خداوند عیسی مسیح را بر شما خواهانیم. به خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح و پدر رحمدیل و خدای همه گونه تسلی است حمد و ثنا باد. او ما را در همه گونه مصیبت‌هایمان تسلی می‌دهد تا که ما نیز با همان تسلایی که خودمان از خدا می‌یابیم دیگران را هم در همه گونه مصیبتشان دلبرداری نماییم. ما برای مسیح چقدر بیشتر عذاب کشیم، همان قدر زیادتر خدا به واسطه مسیح به ما تسلی می‌دهد. اگر ما عذاب و عقوبت کشیم، این به خاطر تسلا و نجات شماست و اگر تسلی یابیم باز هم به خاطر تسلا یافتن شماست. در همین حالت شما به مثل ما با صبر و طاقت عذاب‌های را که ما از سر می‌گذرانیم پس سر می‌کنید. باوری کامل داریم که چه خیلی که در عذاب و عقوبت ما شریک هستید، همچنین در تسلایی که از خدا می‌یابیم شریک می‌شوید. ای برادران و خواهران، ما نمی‌خواهیم که شما از مصیبت‌هایی که در ولایت آسیا به سرمان آمد بیخبر مانید. عذاب و عقوبت به سرمان آمده از قوتمان چنان زیاد بود که ما حتی از زنده ماندن امیدمان را کنده بودیم. در حقیقت ما انتظار بودیم که هلاک می‌شویم. این از آن سبب روی داد که ما نه به قوت خودمان بلکه به خدایی که مردگان را زنده می کند توکل کنیم. او ما را از خطر مرگاور نجات داد و باز هم نجات می دهد. ما به او امید می بندیم که او باز ما را نجات خواهد داد. شما هم با دعاهایتان به ما یاری می رسانید، چون که خدا از روی مهربانیش با دعاهای زیاد جواب داده ما را نجات می دهد و بسیار آدمان او را شکر می گویند. ما با باوری و وجدان پاک گفته می توانیم که در همه کارهایمان با نیت پاک و صمیمیتی که خدا به ما داده است زندگی کردیم. نسبت به مردم جهان و بخصوص نسبت به شما ما چنین رفتار نمودیم و این رفتارمان نه از روی خردی آدمی زاد بلکه از روی فیض و مهربانی خدا بود. ما به شما تنها چیزهای را می نویسیم که خوانده و معنایش را فهمیده می توانید. حتی اگر حاضر قسماً سخنمان را فهمید، امیدوارم که در آینده پرتر می فهمید. سپس در روز بازگشت خداوند ما عیسی چگونه که ما از شما فخر می کنیم، شما نیز از ما همان طور فخر می کنید. از بس که دلپر هستم که شما به ما باوری دارید، قرار دادم که هنگام سفر کردنم 2 بار به پیشتان آمده برکت دهم. یعنی در سر سفرم هنگام به ولایت مقدونیه رفتن و هم از آنجا بازگشتنم شما را بینم. آنگاه شما به من یاری داده مرا به سرزمین یهودیه گسیل کرده می توانستید. شاید شما پرسید که چرا من نقشه به پیشتان آمدن را تغییر دادم. یا شاید شما فکر کنید که من به مثل آدم جهانی بے پروایانه نقشه کشیده در یک وقت هم ها و هم نمی گویم. لیکن چه خیلی که خدا حقیقت را می گوید، سخن ما نیز به شما در یک وقت هم ها و هم نه نمی باشد. زیرا عیسی مسیح پسر خدا که من و سیلا و تیموتئوس او را به شما اعلان کردیم
بین ها یا نه دو دیله نیست، بلکه همیشه در ها می ایستد. چقدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها در مسیح جواب ها می یابد، چون که مسیح همه وعده ها را اجرا می کند. برای همین ما با واسطه مسیح برای شکوه و بزرگی خدا آمین می گوییم. خدا خودش ما و شما را در یگانگی با مسیح استوار نموده برای خود انتخاب کرده است. او روح خود یعنی روح القدس را همچون مهر در دلمان گذاشته نشان داد که ما از آن او هستیم. همین روح کفالتی برکت هایی است که خدا برایمان می دهد. خدا شاهد است که سبب تا حال به شهر کورینتوس نآمدنم آن بود که نمیخواستم شما را جنگ کنم. ما نمیخواهیم که بر ایمان شما حکمرانی کنیم، چون که شما در ایمانتان استوار ایستاده اید. ما برعکس میخواهیم که برای خرسندیتان با شما همکاری کنیم. باب 2. من قرار دادم که اگر آمدنم سبب رنجش و اندوه شما شود، دیگر به پیشتان نآیم، چون که اگر شما را رنجانم، غیر از شما دیگر کی مرا خرسند می کند؟ برای همین آن مکتوب را نوشتم تا که وقتی آمدن کسانی که باید مرا شاد کنند سبب غمگین گشتن من نشوند. زیرا عمیق می دانم که خرسندی من همه شما را شاد می سازد. من آن مکتوب را با اندوه بزرگ و گریه بسیار و دلی دردمند نوشته بودم. من نمی خواستم شما را غمگین کنم، بلکه خواستم دانید که چقدر شما را دوست می دارم. درباره آن برادر از بینتان که پیشتر مرا رنجانیده بود این را می گویم: او نه فقط مرا بلکه قسماً نمی خواهم واهمه کنم همه شما را نیز رنجانیده است. بسیاری از شما الکی او را جزا دادید و این برای او بسنده است. اکنون وقتی آن رسیده است که او را بخشید و دلبرداری کنید تا که او از غم و غصه از حد زیاد از پا نافتد. بنابراین من از شما التماس میکنم که محبت خود را به او نشان دهید. اینچنین به واسطه آن مکتوب سنجیدن میخواستم که آیا شما به فرمانهای من پر اطاعت میکنید یا نه. اگر شما کسی را بخشید، من نیز او را میبخشم. کسی را که بخشیدم، اگر در اصل بخشیدن لازم باشد، به خاطر شما در حضور مسیح بخشیدم تا که شیطان ما را فریفته نکند، زیرا ما از نقشه های او با خبریم. وقتی که من برای اعلان کردن خوشخبری مسیح به شهر تروآس آمدم، پی بردم که برای در آنجا خدمت کردنم خداوند تمام امکانیت ها را فراهم آورده است. اما از بس که در آنجا برادرم تیتوس را نیافتم، پریشان شدم. سپس من با ایمانداران آنجا خیر و خوش کرده برای جستجوی او به ولایت مقدونیه آمدم. من خدا را شکر می گویم که او مرا در یگانگی با مسیح در قطار غالب شدگان قرار داده هدایت می کند. او به واسطه ما دانش را که درباره مسیح است در همه جا مثل بوی خوش پهن می کند. زیرا ما به مثل بوی خوش هستیم که مسیح آن را به خدا تقدیم می کند و آن هم در بین آنهایی که نجات می یابند و هم در بین آنهایی که هلاک می شوند پهن می شود. برای آنهایی که در راه هلاکت هستند ما بوی بدی مرگ هستیم و برای آنهایی که در راه نجات هستند ما بوی حیات بخش هستیم. هیچ کس از پیش خودش گفته نمی تواند که قابلیتی رسانیدن چنین پیام را دارد.
بسیاری ها پیام خدا را برای فایده شخصی خود اعلان می کنند، لیکن ما چنین نیستیم. برعکس، همچون خدمتگاران مسیح ما می دانیم که خدا به ما نگاه کرده ایستاده است. از این رو پیام خدا را از صمیم دل اعلان می کنیم، زیرا خدا ما را برای این کار فرستاده است. باب 3. شاید شما فکر میکنید که ما باز خود را تعریف میکنیم، لیکن این طور نیست. بعضی ها با خود توصیه نامه ها گرفته نشان میدهند، لیکن ما محتاج توصیه نامه از یگان کس نیستیم. ما از شما هم طلب نمی کنیم که توصیه نامه برای ما نویسید. شما خود توصیه نامه ما هستید که آن در دلمان نوشته شده است و آن را همه آدمان شناخته و خوانده می توانند. معلوم است که شما نامه مسیح هستید و آن نتیجه خدمت ما را در بین شما نشان می دهد. آن نه با قلم بلکه با روح خدای زنده نوشته شده است. آن نه در روی لوح سنگ ها بلکه در دل آدمی زاد نوشته شده است. ما این را برای آن می گوییم که به واسطه مسیح به خدا باور داریم و نه برای آن که با قوت خود کار را انجام می دهیم، چون که قابلیت های ما از خداست. او به ما قابلیت داده است که خدمتگاران عهد و پیمان نو باشیم. این عهد و پیمان نه شریعتی نوشته شده بلکه از روح القدس است، زیرا شریعتی نوشته شده انسان را به مرگ می برد، اما روح القدس حیات می بخشد. شریعتی در لوح سنگ ها نوشته شده آدمان را به مرگ حکم کرده بود، لیکن خدا آن شریعت را با چنان شکوه و بزرگی داد که روی موسی از آن می درخشید. آن تا به درجه درخشان بود که خلق اسرائیل به چهره او نگاه کرده نمی توانستند. اما این نور آهسته آهسته ناپدید می شد. پس مگر شکوه و بزرگی که به خدمت روح القدس دخل دارد بزرگتر نیست؟ اگر عهد و پیمان کهنه که حکم می برآورد شکوه و بزرگی داشته باشد، پس عهد و پیمان نو که ما را در نزد خدا سفید می کند چقدر زیاد شکوه و بزرگی داشته باشد. در حقیقت شکوه و بزرگی پیشینه در مقایسه با شکوه و بزرگی بیکنار عهد و پیمان نو بزرگ نبود. اگر شکوه چیزی گذران اینقدر بزرگ بود، پس شکوه چیزی ابدی باز هم بزرگتر است. چون امید داریم که بزرگی عهد و پیمان نو تا ابد میماند، خیلی دلیرانه سخن میگوییم. به ما لازم نیست که مثل موسی رویمان را پوشانیم. او رویش را با پرده پوشانیده بود تا که اسرائیلیان انجام شکوه و بزرگی گذرنده را نبینند. اسرائیلیان یک رو شده اند و تا امروز هنگام خواندن عهد و پیمان قدیم این پرده ناگشاده میماند. این پرده تنها با ایمان آوردن به مسیح برداشته می شود. حتی امروز هنگامی که آنها شریعت موسی را می خوانند، این پرده دلشان را پوشانیده است. لیکن هنگامی که شخص به خداوند رو می آورد، پرده برداشته می شود. خداوند روح است و در آن جایی که روح خداوند هست آنجا آزادی است. از بس که پرده از پیش نظرمان برداشته شده است، همه ما ایمانداران زیبایی پرنور خداوند را گویا در آینه می بینیم و خداوند که روح است ما را بیشتر و بیشتر به خود مانند می کند.
باب 4. بنابراین از بس که خدا از روی رحم و شفقتش به ما چنین خدمت را داده است، ما هرگز راه افتاده نمی شویم. ما همه عملهای پنهانی شرم‌آور را رد می کنیم. ما کسی را فریب نمی دهیم یا پیام خدا را نادرست معنی داد نمی کنیم. برعکس، در حضور خدا حقیقت را آشکارا می گوییم و همین طور آدمان باوریناک بودنمان را به همه نشان می دهیم. حتی اگر خوشخبری که ما اعلان می کنیم برای یگان کس پنهان باشد، آن فقط برای هلاک شوندگان پنهان است. شیطان که خدای این جهان است، ذهن بی ایمانان را تیره کرده است. بنابراین ذهن آنها با نور خوشخبر درباره عیسی مسیح پرنور که از هر جهت مثل خداست روشن نمی شود. ما نه خود را بلکه عیسی مسیح را اعلان می کنیم که او خداوند است و ما به خاطر عیسی به شما خدمت می کنیم. زیرا خدایی که در وقت آفریدن دنیا در تاریکی روشنایی شود گفته است، با نورش فکرهای ما را نیز روشن کرده است تا که ما شکوه و بزرگی او را که در روی عیسی مسیح است بفهمیم. ما که فقط به مانند کوزه های لاین هستیم، این دانش الهی را همچون گنج در خود نگاه می داریم. از این معلوم می شود که قوت بزرگ نه از طرف ما بلکه از طرف خدا می آید. به ما از هر طرف فشار می آورند، لیکن ما مغلوب نشده ایم. علاج نداریم، لیکن راه افتاده هم نمی شویم. ما را دنبالگیری می کنند، لیکن خدا ما را ترک نمی کند. ما را از پای افتاندند، لیکن نابود نشده ایم. ما همیشه در بدنمان مرگ عیسی را برداشته می گردیم تا که حیات او در بدنمان نیز ظاهر شود. ما زندگان همیشه به خاطر عیسی مسیح زیر خطر مرگ هستیم تا که زنده بودن عیسی در بدن میرنده ما معلوم گردد. از این رو ما با مرگ و عذاب روبرو می شویم تا که شما حیات یابید. در نوشتجات آمده است: از بس که ایمان داشتم سخن گفتم. از بس که ما هم همین گونه ایمان داریم، ما نیز پیام خدا را نقل کردن می گیریم. زیرا می دانیم همان خدایی که خداوند عیسی را زنده کرد، ما را نیز همراه عیسی زنده نموده با شما به حضورش می برد. همه این برای منفعت شما است تا که فیض و مهربانی خدا برای آدمان بیشتر و بیشتر گردد و برای شکوه و بزرگی خدا شکرگزاری نیز زیاد شود. برای همین ما هرگز راه افتاده نمی شویم. هرچند نمود ظاهری ما یعنی بدنهایمان فرسوده شدن گیرد هم، عالم درونی ما روز به روز نو می شود. زیرا رنج و عذاب حاضره ما ناچیز و زودگذر است، اما آن برای ما چنان شکوه و بزرگی می آورد که از رنج و عذاب به حد بزرگتر است و ابدی می ماند. ما نه به چیزهایی که می بینیم بلکه به چیزهایی که نمی بینیم چشم دوخته ایم. زیرا چیزهای زمینی که دیده می شوند موقتی هستند، ولی چیزهای آسمانی که دیده نمی شوند ابدی اند. باب 5. ما می دانیم که در این دنیا بدن ما به مثل خیمه خانه موقتی است که در آخر عمرمان جمع کرده می شود.
در آن وقت خدا برایمان خانه آسمانی یعنی بدن ابدی می دهد که آن را نه آدمی زاد بلکه خود خدا ساخته است. حالا که ما بدنهای زمینی داریم، آه کشیده آرزو می کنیم که بدن آسمانی امان را همچون لباس نو ببر کنیم. از بس که ما بدنهای آسمانی می گیریم، روحی بی بدن نخواهیم بود. خیمه هایی که در آنها حالا زندگی می کنیم برایمان باری وزنینند و ما آه و ناله می کنیم. خواهش ما مردن و از این بدن خلاص شدن نیست، بلکه آن است که با بدن آسمانی پوشانیده شویم. این طور بدن میرنده ما به بدن ابدی تبدیل می یابد. خود خدا ما را برای قبول کردن بدنهای نو آسمانی تیار کرده است و همچون کفالتی که این بدنهای نو را می دهد به ما روح خودش را بخشیده است. بنابراین ما همیشه دلپر هستیم و می دانیم که تا وقتی که در بدن زمینی زندگی می کنیم با خداوند در آسمان نیستیم. ما نه با چیزهایی که می بینیم بلکه با ایمان زندگی می کنیم. بله، ما دلپر هستیم و می خواهیم که جسمهای زمینی امان را ترک کرده به منزل خود نزد خداوند رویم. از این رو چی در اینجا باشیم چی در آنجا بیش از همه کوشش می نماییم که به او پسند آییم، زیرا همه ما باید پیش تخت مسیح جواب دهیم تا که موافق کارهای نیک و بدمان که با جسم خود کرده ایم پاداش گیریم. پس چون پیش تخت او جواب می دهیم، ترس خداوند را داریم و کوشش می کنیم که مردم را به سوی نجات هدایت نماییم. خدا چگونه آدم بودن ما را می داند و امیدواریم که شما نیز چگونه بودن ما را می دانید. این چنین معنا ندارد که ما باز خودمان را تعریف کرده ایستاده ایم، بلکه به شما امکان می دهیم که از ما فخر کنید تا به آنهایی که نه با چیزهای باطنی بلکه با چیزهای ظاهری افتخار می کنند جواب داشته باشید. اگر به نظر چنین نماید که از عقل بیگانه شده ایم، این به خاطر خداست، ولی اگر سالم فکر باشیم این به خاطر شماست. محبت مسیح ما را به هر کار وادار می نماید. باوری کامل داریم که چون مسیح برای همه مرده است، پس همه برای حیات پیشتره اشان مرده اند. مسیح برای همه مرده است تا که زندگان دیگر برای خود زندگی نکنند، بلکه برای او زندگی کنند که به خاطر آنها مرد و دوباره زنده شد. دیگر ما کسی را از نقطه نظر آدمی بها نمی دهیم. اگر پیشتر عیسی مسیح را از نقطه نظر آدمی بها می دادیم، پس حاضر چنین نمی کنیم. این چنین معنا دارد که هر کسی که به مسیح تعلق دارد از نو آفریده شده است. آنچه که کهنه بود درگذشت و اکنون همه چیز نو شده است. همه این کار خداست. او به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده است. حالا ما را وظیفه‌دار کرده است که پیام با خدا آشتی شدن را به دیگران رسانیم. یعنی خدا به واسطه مسیح جهان را با خود آشتی داده گناههایشان را دیگر حساب نمی کند و این پیام آشتی را به ما سپرد. ما نمایندگان مسیح هستیم و خدا به واسطه ما به آدمان مراجعت می کند. از این رو ما از نام مسیح از شما التجا می کنیم که دیگر همچون دشمنان خدا زندگی نکرده با او آشتی شوید. خدا گناههای آدمان را به دوش مسیح که کاملا بی گناه بود گذاشت تا که او ما گناهکاران را در یگانگی با مسیح بی عیب و راستکار اعلام کند. باب 6.
خدا از روی فیض و مهربانی شما را نجات داده است. حالا همچون همکاران خدا ما از شما التجا میکنیم که این نجات را زیر پا کرده بیفایده نکنید. زیرا خدا میگوید در وقت موافق تو را شنیدم و در روز نجات به تو مدد رساندم. اینک آن وقت موافق رسیده است و امروز روز نجات است. ما یگان کس را به وسوسه نمی اندازیم تا که هیچ کس خدمت ما را بدنام نکند. برعکس با صبر و طاقت در همه چیز، در عذاب و عقوبت، در محتاجی و در هر گونه دشواری خود را همچون خدمتگارانی با وفای خدا نشان می دهیم. ما شورش ها و مهنت سخت، لت و کوب و شبهای بیخوابی و گرسنگی را از سر گذرانیده ایم. همچنین ما خدمتگاران خدا بودنمان را در دل صاف، دانش، صبر، مهربانی، محبت صمیمانه و به واسطه روح القدس که در وجودمان هست نشان می دهیم. ما حقیقت را تعلیم می دهیم و قدرت خدا در وجودمان عمل می کند. هم برای دست چپ و هم برای دست راست ما حیات پاکمان همچون اسلحه جنگی است. ناوابسته به آن که آدمان ما را حرمت می کنند یا نمی کنند، افتخار می کنند یا بدگویی می کنند، ما به خدا خدمت می کنیم. ما راست قول هستیم، لیکن آدمان ما را فریبگر می نامند. ما را خوب نمی شناسند، ولی ما مشهور هستیم. با مرگ روبرو باشیم هم هنوز زنده هستیم. عذاب و شکنجه کشیم هم کشته نشده ایم. ما را غمگین می کنند، ما باشیم همیشه شادی می کنیم. کمبغل هستیم، لیکن دیگران را بای می گردانیم. ما هیچ چیز نداریم، ولی دارای همه چیز هستیم. ای مردم شهر قرینتوس، ما به شما گشاد و روشن گپ زدیم و از تحت دل شما را دوست داشتیم. ما محبت خود را از شما دریغ نمی داریم. این شمایید که محبت خود را از ما دریغ می دارید. من به شما همچون به فرزندان خودم می گویم که شما نیز دلهای خود را به ما کشایید. با آنهایی که بی ایمانند یک جا نشوید. آخر راستکاری با بدکاری چه علاقه دارد؟ یا نور با تاریکی چه چیزی عمومی دارند؟ مگر در بین مسیح و شیطان یگانگی هست؟ آخر ایماندار چگونه شریک شخص بی ایمان شده می تواند؟ آیا بتها و مکان مقدس خدا یعنی به معبدش تعلق دارند؟ البته نه. ما معبد خدای زنده هستیم، چنان که خدا گفته است من اندرون آنها ساکن شده در بینشان می گردم. من خدای آنها می شوم و آنها خلق من می شوند. برای همین از میان بی ایمانان بیرون آمده از آنها جدا شوید. به چیزهای ناپاک آنها نرسید و من شما را قبول خواهم کرد. من پدری شما می شوم و شما پسران و دختران من می شوید، می گوید خداوند توانا. باب 7. دوستان عزیز، از بس که چنین وعده ها داریم باید خود را از هر چیزی که روح و بدنمان را حرام می سازد پاک کنیم و از بس که از خدا می ترسیم خود را پره از بدی جدا کرده به او بخشیده شویم. ما را در دلهایتان جای دهید. ما کسی را نرنجانده ایم، کسی را گمراه نکرده ایم و از کسی سوی استفاده نبرده ایم. من این را برای عیب در نمودن شما نمی گویم،
من پیشتر گفته بودم که شما آنچنان در دلهای ما جای شده اید که نه مرگ میتواند شما را از ما جدا سازد نه زندگی. من به شما باوری کامل دارم و با شما خیلی افتخار دارم. با وجود همه مشکلاتم من پر از تسلی هستم و شادی فراوان دارم. پس از آن که ما به ولایت مقدونیه آمدیم هیچ آرامی نداشتیم، چون که در همه جا مصیبت، اطرافمان جنگ و جدال و دلمان در ترس و هراس بود. لیکن خدایی که روح افتادگان را تسکین می بخشد با آمدن تیتوس ما را روح بلند نمود. نه فقط آمدنش بلکه دلبرداری که او از شما دید ما را روح بلند کرد. او نقل کرد که شما مرا سخت یاد کرده اید و از کاری کرده اتان پشیمان هستید و تا چه اندازه برای محافظت من برخاسته اید. این چیزها مرا به حد شاد کرد. اگرچه سخنان سختم در نامه پیشتر شما را غمگین کرده باشد هم من از نوشتن آن پشیمان نیستم. البته در اول وقت فهمیدم که آن شما را برای مدتی کوتاه غمگین ساخته است پشیمان شدم، لیکن حاضر از نوشتن آن نامه خرسند هستم، نه برای آنکه شما غمگین شدید بلکه برای آنکه این غم سبب توبه شما گردید. شما با خواست خدا غمگین شده بودید و از ما یگان ضرر ندیده اید. غمی که خدا می دهد شخص را به توبه می برد، به توبه که در نتیجه نجات می بخشد و در آن پشیمانی نیست. اما غم این دنیا شخص را به مرگ می برد. آخر بینید که غم خدا داده چقدر چیزهای خوب از قبیل جد و جهد، خواهش خود را حمایه کردن، ترس از بدی، خواهش دیدن من، غیرت و تشنه عدالت بودن را در وجود شما بیدار کرد. در همه این شما نشان دادید که در این کار بی‌عیب هستید. مقصد من آن نبود که درباره شخصی خطا کرده یا جبر دیده نویسم، بلکه می خواهم دانید که شما در پیش خدا چقدر غم ما را می خورید. این ما را تسلا داد. از بس که همه شما تیتوس را تسلا دادید او خرسند شد و ما باشیم از شادی او بیشتر خرسند شدیم. من در نزد تیتوس از شما افتخار داشتم و شما مرا در خجالت نگذاشته اید. چه خیلی که ما همیشه به شما سخنی راست را می گفتیم، سخنی تعریفی که درباره اتان به تیتوس گفته بودیم راست برآمد. حاضر وقت تیتوس به یاد می آورد که چه خیلی همه شما او را با ترس و احترام قبول کرده با او اطاعت کرده بودید، در حق شما زیادتر غمخواری می کند. من باشم بسیار خرسندم که در همه چیز به شما باور کرده می توانم. باب 8. برادران و خواهران عزیز، می خواهم از فیض و مهربانی که خدا به جماعت‌های ولایت مقدونیه داده است آگاه شوید. در وقت عذاب‌های زیاد شادی و خرسندی و کمبغلی سخت آنها را دستگشاد کرده بود. من شهادت می دهم که آنها نه تنها از روی امکانیتشان بلکه زیادتر از آن اختیاراً پول جمع کرده دادند. آنها ما را سخت التجا نمودند که در چنین خدمتی با افتخار، یعنی کمک رساندن به ایمانداران شهر اورشلیم، سهمگزار باشند. کاری که آنها کردند از آنچه که ما انتظار بودیم بیشتر بود.
آنها اول خود را به خدمت خداوند بخشیده، سپس از روی خواهش خدا خود را به اختیار ما گذاشتند. از این رو ما از تیتوس خواهش نمودیم که کار خیری در بین شما سر کرده‌اش را به آخر رساند. از بس که از همه چیز یعنی ایمان، سخندانی، دانش و غیرت بای هستید و ما نیز نسبت به شما محبت زیاد داریم، در این کار خیر نیز دستگشاد باشید. من به شما فرمان نمی دهم که کمک پولی دهید. ایمانداران جماعت‌های دیگر می خواهند که هدیه کنند و من می خواهم سنجم که محبت شما هم نسبت ایمانداران یهودیه صمیمی هست یا نه. شما فیض و مهربانی خداوندمان عیسی مسیح را می دانید. او ثروتمند بود لیکن به خاطر شما کمبغل شد تا که با کمبغلیش شما را ثروتمند گرداند. مصلحت من به شما این است که اگر کار خیر را که سال گذشته سر کرده بودید به انجام رسانید، برایتان خوب می شود. سال گذشته شما اولین کسانی بودید که به کار خیر دست زدید و حتی کار خیر کردن را آرزو کردید. آن کار را که از اول با غیرت کلان سر کرده بودید، اکنون موافق امکانیت‌هایتان به انجام رسانید. اگر کمک کردن خواهید، خدا آن را از روی امکانیتتان قبول می کند و نه از روی آنچه که ندارید. من نمی خواهم که کمک شما به دیگران آسان و برای خودتان گران افتد. من فقط می خواهم که برابری باشد. شما حاضر می توانید از ثروت خود به شخصان محتاج یاری رسانید. دیرتر هنگامی که آنها دارا می شوند، در محتاجیتان به شما آنها یاری می رسانند. همین طور برابری به میان می آید. آخر در نوشتجات آمده است کسی که بسیار چیده بود زیادتی نداشت و کسی که کم چیده بود کمی نداشت. شکر خدا دلسوزی که من نسبت شما دارم به تیتوس هم داده شده است. او نه تنها درخواست ما را برای آمدن قبول کرد، بلکه خیلی با غیرتانه اختیاری باز به نزد شما آمدن می‌خواست. همراه تیتوس برادر را می‌فرستیم که برای اعلان کردن خوشخبر در همه جماعت‌های ایمانداران سزاوار تعریف گردیده است. اینچنین آن برادر را جماعت‌ها تعیین نمودند که به ما در این کار خیر همسفر باشد. ما این کار را برای بزرگی خداوند و برای نشان دادن نیکخواهیمان انجام می دهیم. ما این طور کردیم تا کسی ما را در نادرست استفاده بردن هدیه هایی که سخاوتمندانه داده شدند عیبدار نکنند. ما کوشش می کنیم که نه تنها در نظر خداوند بلکه در نظر آدمان نیز راست قول باشیم. اینچنین همراه آنها باز یک برادر را نیز می‌فرستیم که کوشش و غیرت او را چندین مراتبه در بسیار چیزها سنجیده ایم. از بس که به شما باوری زیاد دارد، کوشش و غیرت او زیادتر شده است. رفیقم تیتوس باشد، با من برای منفعت شما کار می‌کند. برادران دیگری ما نمایندگان جماعت ها هستند که آدمان مسیح را برای کار آنها ستایش می کنند. برای همین با آنها مهر و محبت خود و سبب از شما فخر کردنمان را نشان دهید تا که جماعت های ایمانداران این را دیده توانند. باب 9. درباره خدمتی که برای کمک رساندن به خلق خدا است به شما نوشتنم ضرور نیست. من کوشش و غیرتتان را می دانم و از شما در نزد ایمانداران ولایت مقدونیه
افتخار میکنم که هنوز 1 سال پیش شما در ولایت آخائیه برای یاری دادن تیار بودید. این کوشش و غیرت شما بسیاری ها را به یاری رساندن شوقمند کرده است. حالا باشد، از بس که من به برادران گفته بودم که شما هدیه خود را تیار کرده اید، آنها را به پیشتان میفرستم. آنها رفته میبینند که سخنان تعریفی که درباره اتان گفته بودم راست بوده است. اگر ایمانداران مقدونیه همراه من آمده بینند که بعد از آن همه تعریف هدیه های شما هنوز تیار نیست، آنگاه هم ما شرمنده می شویم، هم شما. برای همین لازم دانستم که از برادران التماس کنم تا که آنها پیش از من به نزد شما رفته آن هدیه هایی که وعده کرده بودید پیشکی تیار کنند، تا که آن نه مجبوری بلکه به طور اختیاری باشد. خلاص کسی که خسیسانه می کارد کم درو می کند و کسی که سخاوتمندانه می کارد فراوان درو می کند. هر کس باید در دلش به قرار آید که چقدر می دهد و نه با دل ناخواهم و نه به طور مجبوری. زیرا خدا آنهایی را که با خرسندی خیر می کنند دوست می دارد. خدا می تواند با هر گونه برکت شما را بای گرداند تا که همه وقت همه محتاجی های خود را برطرف نماید و به دیگران نیز به طور فراوان خیر کنید. چه خیلی که در نوشتجات می گوید او با سخاوتمندی به کمبغلان داده است، راستکاری او تا ابد پایدار می ماند. خدا که برای کارنده تخمی و برای خوردن نان می دهد به کشت شما افزونی می بخشد و ثمره کارهای نیکتان را زیاد می گرداند. او شما را به هر واسطه برکت می دهد تا که از هر جهت دستگشاد باشید. هنگامی که ما هدیه های شما را به شخصان احتیاجمند می رسانیم، آنها به خدا شکر می گویند. زیرا با این هدیه ها نه فقط محتاجی های خلق خدا برطرف می شود، بلکه این چنین به خدا شکرگزاری زیاد رفته می رسد. برای این خدمت شما شخصان احتیاجمند و همه خدا را ستایش می کنند، چون که آن ایمان شما را اثبات می کند. شما به خوشخبری مسیح اطاعت می کنید و به خلق خدا سخاوتمندانه خیر می نمایید. ایمانداران اورشلیم به خاطر فیض و مهربانی به اندازه‌ای که خدا به شما داده است با محبت زیاد برای شما دعا می کنند. بیایید خدا را برای این تحفه‌اش که آن را با سخن افاده کردن نمی شود شکر گوییم. باب 10. شما درباره‌ام نادرست گمان میکنید وقتی میگویید که من در مکتوبهایم با جرأت مینویسم و در نزدتان باشد خاکسار هستم. در اصل من این طور نیستم. حالا من پاولس با خاکساری و مهربانی عیسی مسیح از شما التجا میکنم که مرا مجبور نکنید که به نزدتان آمده با آنهایی که رفتار ما را نفسانی مینامند با جرأت رفتار کنم. ما در این دنیا جسمانی زندگی کنیم هم جنگ ما جسمانی نیست. ما با اسلحه این دنیا نمی جنگیم، بلکه با قوت خدا می جنگیم که آن قلعه ها را خراب می کند و بر فکرهای دروغین غالب می براید. ما هر فخری را که مقابل شناختن خدا است نیست می کنیم و هر اندیشه را برای اطاعت مسیح اسیر می گیریم. پس از آن که شما پره به مسیح اطاعت نمودید، ما هر کسی را که بی اطاعتی می کند جزا می دهیم. به یک دلیل دقیق اعتبار دهید. کسی که دلپرانه من به مسیح تعلق دارم می گوید
باید داند که ما هم مثل وی به مسیح تعلق داریم. حتی اگرچه من از قدرتمان کمی فخر کنم هم از این شرم نمی دارم، چون که این قدرت را خداوند به ما نه برای خراب کردن بلکه برای آباد کردن شما داده است. گمان نکنید که من شما را با نامه هایم ترساندن می خواهم. کسی می گوید که من در نامه هایم سختگیر و پرقوت ولی در نزدشان ناتوان هستم و سخنانم تأثیر بخش نیستند. چون این شخص باید داند که چه خیلی که در مکتوبهایمان باشیم، در حضور شخصی و در کارهایمان نیز همان طور هستیم. ما جرأت نمی کنیم که خودمان را با کسانی که خود را بزرگ می حسابند برابر یا مقایسه کنیم. آنها بیخیردانه خود را با یکدیگر مقایسه می کنند، لیکن ما از چیزهایی که با آن حق نداریم فخر نمی کنیم، بلکه فقط از کارهای فخر می کنیم که خدا ما را برای اجرایش فرستاد و شما باشید قسمی همان کار هستید. از بس که شما با آن حد داخل می شوید، ما از آن نگذشته یکم شده به نزدتان آمدیم و خوشخبری مسیح را اعلان نمودیم. از مهنت دیگران که گویا آن را ما کرده باشیم فخر نمی کنیم، بلکه امیدوار می شویم که با زیاد شدن ایمانتان برای ما امکانیت کار کردن در بین شما زیاد می شود. در این حالت ما خوشخبر را در جایهای دورتر اعلان می کنیم و با آن کارهایی که قبلا در جای آدمان دیگر انجام داده شده است فخر نمی کنیم. چه خیلی که در نوشتجات می گوید اگر فخر کردن خواهند از خداوند فخر کنند. زیرا نه کسانی که خود را ارزنده می حسابند، بلکه کسانی که خداوند آنها را ارزنده می حسابد فرستاده حقیقی هستند. باب 11. باید مانند کسی ابله خود را کمی تعریف کنم. التماس این را طاقت کنید. من به مثل خدا برای شما کوشش و غیرت می کنم، چون که شما را به نکاح یک مرد یعنی به نکاح مسیح در آوردم تا که با او دختری پاکدامن را تقدیم نمایم. لیکن می ترسم آنچنان که مار با مکرش حوا را فریفته کرده بود، معلمان دروغین شما را نیز همان طور فریفته کرده فکرهایتان را ویران می سازند تا از دلبستگی پاک و صمیمی که به مسیح دارید رو گردانید. شما آدمانی را که شما را فریب می دهند خوب قبول می کنید. شما عیسی مسیح اعلان کرده من را قبول کرده اید، لیکن آنها عیسی دیگر را اعلان می کنند. شما روح خدا را قبول کرده اید، لیکن آنها روح دیگری را اعلان می کنند. شما خوشخبر را قبول کرده اید، لیکن آنها خوشخبری دیگر را اعلان می کنند. گمان نمی کنم که من از آن معلمانی که خود را فرستادگان عالی می گیرند کمتر باشم. شاید من سخندان خوب نباشم، لیکن درباره چی گپ زدنم را می دانم. این الکی به شما با هر راهی که باشد معلوم گشته است. من خود را خاکسار گرفته به شما به حق خدمت خوشخبری خدا را اعلان نمودم تا که شما سرفراز گردید. مگر این گناه بود؟ من از دیگر جماعت‌های ایمانداران کمک پولی گرفتم، یعنی سبب خرج آنها شدم تا که به شما به مزد خدمت کرده توانم. حتی وقتی که من همراه شما بودم و برای زندگیم مبلغی کافی نداشتم به گردن شما بار نشدم. برادرانی که از ولایت مقدونیه آمدند احتیاج مرا پره تأمین نمودند. من به گردن شما از هیچ جهت بار نشدم و در آینده نیز نمی شوم. من فخر می کنم که به مزد مهنت کار می کنم
و چون راستی مسیح در وجود من است، من به شما میگویم که هیچ کس در تمام ناحیه های آخائیه این فخر مرا کشیده گرفتن نمیتواند. برای چی من از شما یاری مادی طلب نمی کردم؟ برای آنکه شما را دوست نمی دارم. نه، خدا می داند که من شما را دوست می دارم. من کار خود را دوام دادن می گیرم تا آنهایی که گویا به مثل ما کار می کنند فخر کرده نتوانند. آنها فرستادگانی بر دروغ و کارگرانی فریبگرند که خود را فرستادگانی مسیح وانمود می کنند. جای تعجب نیست، چون که شیطان هم خود را فرشته نور وانمود می کند. پس اگر خدمتگاران شیطان نیز شکل خدمتگاران راستکاری را به خود گیرند، جای تعجب نیست. لیکن در آخر آنها موافق کارهایشان جزا می گیرند. باز می گویم فکر نکنید که من ابله هستم. لیکن اگر درباره من چنین فکر کنید، پس مرا مثل ابله قبول کنید تا که اندک منمنی کنم. چنین خودستایی البته از جانب خداوند نیست، لیکن در این مسئله منمنی کردن من به مثل ابله سخن می گویم. چه خیلی که بسیار کسان به طور دنیوی از کارهای خود فخر می کنند، من هم اندک فخر می کنم. آخر شما که خودتان را اینقدر دانا می گیرید، بی عقلان را با جان و دل طاقت می کنید کو. هنگامی که به شما فرمان روایی می کنند، سوی استفاده می برند، جبر می کنند، خود را از کلان کلان می گیرند و بر رویتان تارسکی می زنند، شما طاقت می کنید. از صد افسوس که ما چنان ناتوان بودیم که قوت ما برای این کارها نرسید. اگر کسی جرأت کند که با چیز منمنی کند، باز هم ابلهانه سخن میگویم که من نیز از او کمتر نیستم. آنها خود را عبری می نامند، من هم عبریم. آنها خود را اسرائیلی می نامند، من هم اسرائیلیم. آنها خود را از نسل ابراهیم می نامند، من نیز از نسل ابراهیم هستم. آنها دعوا می کنند که خدمتگاران مسیح هستند. شاید این سخنان من به مثل سخنان آدمی دیوانه صدا دهند، لیکن بیشتر من به او خدمت کردم. من بیشتر مهنت کردم. بسیار وقت در زندانها بودم. به حساب شلاق خورده با مرگ بسیار روبرو شدم. 5 بار 39 تاگی از یهودیان تازیانه خوردم. 3 مراتبه رومیان مرا کلتککاری کردند و 1 مراتبه گروه کلان آدمان مرا سنگسار نمودند. 3 مراتبه کشتیم به شکست دچار شد و من 1 شبانه روز را در بحر گذرانیدم. من بسیار سفرها کرده به خطر دریاها و راهزنان دچار شدم. از جانب هموطنان خودم و غیر یهودیان نیز به خطر روبرو شدم. در شهرها، در بیابانها و بحرها به خطر دچار گردیدم. اینچنین از دست ایمانداران دروغین به خطر روبرو شدم. مهنت و زحمت، بسیار شبهای بیداری، گشنگی و تشنگی، نیم گرسنگی و از برهنگی عذاب خنوکی را از سر گذراندم. غیر از همه این و چیزهای دیگر، غمخواری تمام جماعتهای ایمانداران مثل بار است که شب و روز بر دوش من است. اگر کسی بیحال شود، مگر من بیحال نمی شوم. اگر کسی شما را به گناه تیله دهد، مگر من نمی سوزم. اگر فخر کردن لازم باشد، پس من با ناتوان بودنم فخر می کنم. خدا که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و تا ابد سزاوار ستایش است، می داند که من دروغ نمی گویم. هنگامی در شهر دمشق بودنم، والی شاه حاریس برای دستگیر کردن من در نزد دروازه های شهر پاسبانان را گذاشته بود. لیکن مرا به واسطه سوراخی دیوار شهر با سبد به پایان فراوردند و همین طور من از او خلاص شدم.
باب 12. هرچند فخر کردن فایده ندارد، لیکن باید فخر کنم. من حاضر درباره چیزهایی که خداوند آشکار و عیان نموده است نقل می کنم. من مرد مسیحی را می شناسم که 14 سال پیش به عرش اعلی ربوده شد و برگشت. جسماً بود یا روحاً من نمی دانم، خدا می داند. من این شخص را می شناسم، فقط جسماً بود یا روحاً من نمی دانم، خدا می داند که او ناگهان گرفته به بهشت برده شد. در آنجا او چیزهایی را شنید که به سخن افاده کرده نمی شود و به آدمی زاد نقل کردن آن هم ممکن نیست. با چنین شخص فخر می کنم، ولی از خودم فخر نمی کنم. تنها چیزی که با آن فخر می کنم ناتوانی هایم است. اگر من فخر کردن خواهم به نظر ابله نمی تابم، چون که حقیقت را می گویم. لیکن من فخر نمی کنم، زیرا نمی خواهم که آدمان از آن چیزی که در من می بینند و می شنوند زیادتر درباره ام گمان کنند. خدا به من آنقدر چیزهای عجایب را کشاد که برای از خود نرفتنم او بر من نیش دردآور داد. خدا اجازت داد که این نیش همچون فرستاده شیطان مرا عذاب دهد تا که من خودم را بلند نگیرم. 3 مراتبه من از خداوند خواهش نمودم که آن را از من دور کند، لیکن او گفت فیض و مهربانی من برای تو بسنده است، زیرا قدرت من در ناتوانی کامل می شود. از این رو بیشتر از ناتوانیم با جان و دل فخر می کنم تا که قوت مسیح در وجودم باشد. از این رو در ناتوانی ها، در تحقیر ها، در مصیبت ها، در دنبالگیری و مشکلی هایی که به خاطر مسیح دارم شاد هستم، زیرا هنگامی که ناتوان هستم همان وقت با قوتم. بینید که شما مرا به چه کاری آورده رساندید که من خود را ابلهانه تعریف کردم. باید شما مرا تعریف کرده حمایه می کردید. آخر من هیچ کس نباشم هم قدر من از همان فرستادگان عالی کمتر نیست. هنگامی در بینتان بودنم من با صبرانه معجزه و علامتها و کارهای بزرگ نشان داده اثبات نمودم که فرستاده هستم. یگانه کمبودی که شما نسبت به دیگر جماعتها داشتید آن بود که من از شما یاری مالی طلب نکردم. ببخشید که چنین کاری بد را در حق شما روا دانستم. حالا من تیارم که بار 3 به نزدتان بیایم. این دفعه هم به گردن شما بار نمی شوم، چون که به من چیزی شما در کار نیست، بلکه خودی شما در کارید. چون که نه فرزندان برای پدر و مادرشان، بلکه پدر و مادر باید برای فرزندانشان مالکیت جمع کنند. من با جان و دل برای شما تمام داراییم را و حتی جانم را می دهم. من شما را اینقدر زیاد دوست می دارم، لیکن نخواد که مهر شما نسبت من کمتر و کمتر شود. شما می دانید که من به گردن شما بار نبودم، لیکن بعضی ها هنوز هم فکر می کنند که من حیله‌گری هستم که از شما با فریب منفعت گرفتم. اما چطور؟ آیا من به واسطه کسانی که به نزدتان فرستادم از شما فایده گرفتم؟ من از تیتوس التجا کردم که به نزدتان بیاید و آن برادری دیگر را همراه او فرستادم. آیا تیتوس از شما فایده گرفته است؟ مگر من و تیتوس در این مسئله یک خیل رفتار نکرده ایم؟ شاید شما کیها باز فکر میکنید که ما خود را در نزد شما حمایه کرده ایستاده ایم. نه، ما این را در حضور خدا و در یگانگی با مسیح
به شما میگوییم و همه این عزیزان برای آبادی شماست. می ترسم که به نزدتان می آیم و شما را آنچنان که دیدن می خواستم در نمی یابم و شما نیز مرا آنچنان که دیدن می خواستید در نمی یابید. می ترسم که در بینتان جنجال، بخیلی، خشم، خودپرستی، تهمت، غیبت، هوابلندی و رفتاری بی ترتیبانه را می بینم. می ترسم که هنگام بار دیگر به نزدتان آمدنم از آنکه بسیاری از شما از گناه‌های پیشترتان دست نکشیده اید، خدای من آبرویم را در حضور شما می ریزاند. من سخت غمگین می شوم که شما از ناپاکی خود، از گناه جنسی و هوای و هوس شهوانی توبه نکرده اید. باب 13. این سیوم مراتبه است که من به نزدتان می آیم. چه خیلی که نوشتجات می گوید همه گونه عیبدار کنی باید از زبان 2 یا 3 شاهد تصدیق شود. هنگام بار دویم در آنجا بودنم آنهایی را که گناه می کردند آگاهی داده بودم. حاضر از دوری ایستاده من همه گناهکاران و دیگران را مثل پیشتره آگاهی می دهم که هنگام این دفعه آمدنم به کسی رحم نمی کنم. شما طلب می کنید تا اثبات کنم که مسیح به واسطه من سخن می گوید و من این را به شما نشان می دهم. مسیح برای اصلاح کردن شما ناتوان نیست، بلکه او در بینتان پرقوت است. هرچند او را در ناتوانیش به صلیب میخکوب کردند، او با قوت خدا زنده است. ما هم مثل او ناتوان هستیم، اما در مناسبت با شما ما در یگانگی با مسیح زندگی میکنیم و از خدا قوت داریم. خودتان را امتحان کرده سنجید که آیا ایمانی که دارید حقیقی است یا نه؟ آیا دقیق می دانید که عیسی مسیح در وجود شماست؟ اگر چنین نیست، شما در سنجش حقیقی ایمان شکست خورده اید. امیدوارم می فهمید که ما در امتحان ایمان شکست نخورده ایم. ما به خدا دعا می کنیم که شما یگان کاری بد نکنید. ما نه برای آن دعا می کنیم که خود را خوب نشان دهیم، بلکه برای آن دعا می کنیم که شما کاری خوب کنید، گرچه ما همچون شکست خورده به نظر می نماییم. از این رو ما نمی توانیم بر ضد راستی عمل کنیم، بلکه هرچی می کنیم فقط به خاطر راستی می کنیم. اگر ناتوانی ما برای با قوت شدن شما یاری رساند، از این خرسند هستیم و دعا می کنیم که شما پرره اصلاح شوید. من از دوری ایستاده به شما می نویسم تا چون به نزدتان آیم مجبور نشوم که از روی قدرتم سختگیرانه مناسبت کنم. خداوند این قدرت را نه برای ویرانکاری بلکه برای آباد کردن شما به من داده است. خلاصه برادران و خواهران عزیز، شاد باشید، زندگیتان را برقرار کنید، به نصیحتم گوش دهید و با یکدیگر فهمی و صلح زندگی کنید و خدای صلح و محبت با شما خواهد بود. یکدیگر را به آغوش گرفته سلام گویید. تمام ایمانداران به شما سلام می رسانند. بگذار فیض و مهربانی خداوند عیسی مسیح، محبت خدا و یگانگی روح القدس با همه شما باشد.